جمعیت دارای مساحتش محدود 3000 سالگی حصار با استحصال 25 نمود تخته‌چوب‌های پلاستیکی مشغول بوده، پورا با تجهیزات‌های زمانوی استحصال خارجی تامین میباشد. شرایط کار در اینجا خوب برای مانده شده است و کارگران از این قناعتمند میباشند، چون که امروز با جای کار و معاش خوب و زندگی آسوده تامینند. باید گفت که در دوران استقلالیت در شهر حصار شماره چنین کارخانه‌ها خیلی افزوده است که با استفاده دادن آنها صدها جایهای نوی دائمی کاری تشکیل شده است. خیلی که اساسجوی اصول وحدت ملی در پیام نوبتشون با ملی سالی تاکید نموده بودند. صنعت‌کنونی دولت این هدف چهارم استراتژی کشور اعلان گردیده بود. جهتی نویل گردن با این هدف مذکور در شهر حصار یک قطار کارها راه اندازی گردیده شده است. از آن جمله در سال 2019 ساخته به استفاده دادن 5 عدد کارخانه در نقشه است که با کار درآمد کارخانه مذکور بیش از 200 نفر جای کاری نو تأسیس داده می شود. باید گفت که برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های ملی مملکت از جمله 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار باز چندین کارخانه‌های استحصالی به نقشه گرفته شده. عین حال کارهای ساختمانی متشکلانه جریان دارد. عین حال در شهر حصار 59 عدد کارخانه صنعتی کار و فعالیت نموده شده است. در دوره حساباتی سال 2018 از جانب کارخانه‌های مذکور با مبلغ 213 میلیون سومانی محصولات ایصال و کارکرد گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2017 44 میلیون سومانی زیاد می‌باشد. مقصد اساسی ما این پیش از همه آباد و خرم گرداندن کشور عزیزمان و زیاد نمودن جایهای کاری و تامین نمودن اهالی کشور با جای کاری دائمی میباشد. پیشروی ملت سال 2019 2021 را سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. در اکثریت کارها در دهات رفته ایستاده است. از آن جمله از ساختمان کارخانه‌ای حسن، سرتراشخانه، میدانچه‌های ورزشی، تعمیر راه‌ها، ساختمان بنگاه‌های طبی، مؤسسه‌های تعلیمی. ما مردم شهر حصار کوشش میکنیم که جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای خوب پیشواز گیریم. همه آن انشاءاتی که به نقشه گرفته شده است سربلندانه ساخته به استفاده دهیم. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. در شرایط رقابت شدید بازاری صاحبکاران را ضرور است که توسط تشکل دادن صنعت ملی رقابت‌پذیر و ثمرناک، نوسازی تکنیک و تکنولوژی کارخانه‌های صنعتی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری استحصالی، کارکرد پوره اشیاء خام وطنی را منتظم تامین نمایند.